نفر از ایرانیان در لس آنجلس به فراخوان حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات امروز مقابل ساختمان فدرال این شهر تجمع کردند تا ضمن محکوم کردن حمله حماس به اسرائیل و اعلام همبستگی با مردم این کشور مخالفت خودشون با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو اعلام کنند. من فکر کنم که برای بعد از 43 سال در اسرائیل اتفاقی افتاد که دنیا میتونه متوجه بشه چه بلای سر مردم ایران تو این 43 سال اومده و با چه نوع رفتاری مواجه بودن. من فکر می‌کنم در این مورد وظیفه ایرانیان است که به حساب از مردم اسرائیل دفاع کنن، پشتیبانی کنن و با اونا همدردی ما در این مورد. ما همبستگی داریم با مردم اسرائیل و کاملا مخالف آتش افروزی‌های جمهوری اسلامی که حاکم بر ایران هستیم و تمام جنایاتی که برگرفته از جمهوری اسلامی ایران هست در خاورمیانه اتفاق میفته این رو محکوم میکنیم و از دولت آمریکا واقعا درخواست میکنیم که در مقابل این تروریست ها بایسته و مقاومت کنه. سال 2008 ما گروهی درست کردیم به اسم گروه همبستگی دو ملت ایران اسرائیل. اون زمان برای خیلیا این یک آرزوی آرمانی بود که ما این هماهنگی و وحدت رو ببینیم، ولی امروز میبینیم با این تجمعی که توسط ایرانیانی که فرای مذهبشون با پیشینه‌های متفاوت اینجا جمع شدن برای حمایت از اسرائیل، همبستگی مردم ایران و اسرائیل رو داره نشون میده و این بسیار خوشحال کننده است. هیچ کی فکر فلسطینیا نیست، فقط متاسفانه این آدمایی که انتیسمیتن، ضد یهودیان و آدمای قاتل، بیرحم، وحشی و دنیا بس بیدار شه که بدونه نمیشه اجازه بدیم که دیگه وحشیگیری و این چیزا تو این دنیا امروز وجود داشته باشه. صدها شمع که روشن شده به یاد هزاران قربانی جنگ اسرائیل و غزه، جنگی که وارد 10مین روز خودش میشه و جوامع ایرانی در سراسر جهان رو به اشکال مختلف تحت تاثیر قرار داده. گروه‌های ایرانی که امشب اینجا حضور داشتند از دولت امریکا میخوان که در برابر رژیم ایران موضع محکمتری اتخاذ کنه و خواهان برقراری صلح در منطقه هستند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.